بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز و برادران گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. امروز باز با فضل احسان پروردگار آمدیم و صدقه داریم. دو گوسفند بسیار خوب گرفتیم. برادر عزیز و مهربانمان الیاس عزیز از استرالیا مبلغ 37450 افغانی ارسال کردن و گفتن که دو گوسفند خریداری و ذبح کرده و همچنان نان خشک به مستحقین توزیع شود که انشالله گوسفندا را خریداری کردیم و قرار است که ببریم ذبح کنیم و با نان خشک به نیازمندترین افراد تقدیم میکنیم. و چه خوب است، چه خوشبختانه که ما در ماه شعبان قرار داریم. ماه شعبان چنانچه که حضرت پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم گفتند که ماه شعبان ماه ماست و ماه رمضان ماه پروردگار. ماه شعبان مقدمه است برای ماه رمضان. 5 چیزی که در ماه شعبان باید انجام شود، یکیش صدقه است و صدقه در ماه شعبان اجر و ثواب بیشتر داره که انشالله ما هم بتونیم این اجر و ثواب نصیب خود بگردانیم. خب گوسفندا آماده است ببریم بخیر؟ خب خلاص است، بیا خیر ببریم. بیا هموطنان عزیز و مهربانم، به فضل احسان پروردگار گوسفندا را ذبح کردیم و همچنان برادری عزیز و مهربانمان الیاس از استرالیا مهربانی کرده بودند. مبلغ 37450 افغانی ارسال کردن. گوسفند گفتن بگیرین همچنان با نان خشک و برای نیازمندترین افراد توزیع شود. ما گوسفندا را ذبح کردیم، نان خشک آماده کردیم و امروز میخواهیم ایره برای برادرها و پدرای مهربان ما که در این هوای سرد با همت، با تلاش، زحمت میکشند، کار میکنند، برشان توزیع کنیم. و یک بار دیگر میخوایم یادآوری کنیم که ما در ماه شعبان قرار داریم. ماه شعبان یکی از ماه‌های پربرکت سال است و مقدمه است برای ماه رمضان و صدقه در این ماه بیشک اجر و ثوابش بیشتر است. بیاین دست به دست هم بتیم در ماه شعبان و همچنان ما قرار است که ماه رمضان پیش رو داریم ان شاء الله الرحمن. ماه مبارک رمضان ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه همدلی و دستگیری نیازمندان است که در ماه رمضان ثواب 1/1000 حساب میشه و بنیاد خیری امید حیات همواره پل ارتباط بوده میان شما و نیازمندترین افراد و در ماه رمضان ما تلاش میکنیم تا برنامه‌های بهتر و خوبتر خود داشته باشیم برای توزیع مواد و بسای افطاری و مواد غذایی برای نیازمندترین افراد در دورترین نقاط افغانستان. پس ما خواهان همکاری و دستگیری نیازمندان از سوی شما هستیم که دست به دست هم بتیم و بتانیم یک سفره رنگین در ماه رمضان برای نیازمندترین افراد پهن کنیم تا باشد که الله مهربان اجر و ثواب او را برای همه ما شما برساند. پدرای عزیز، برادر ما الیاس جان از استرالیا لطف کردند، مهربانی کردند، گفتند که برای پدرای با همت، با زحمت، با تلاش که زحمت میکشند، تلاش میکنند برای به دست آوردن یک لقمه نان حلال برایشان از سوی ما گوشت و نان خوش تحفه بدین. یک دعای دست جمعی میکنیم که الله متعال برادر مهربان ما الیاس جان و همه اعضای فامیلشان جور و صحتمند داشته باشه و این صدقه شان درج نامه اعمالشان بگردانه.
زنده باشین. خیلی پدر بیا که بخیر از سر خود شروع کنیم. ای بسم الله. بین همکاریشون. السلام علیکم پدرم. چی رسی؟ صحت خوب است؟ چی کاروبار میکنی پدر؟ گراچیوانی میکنم. خب پایکت مشکل داره پدر به نظر؟ بله. اون دیگه در خانه کارگر نیست؟ نه ندارم. چند نفر عیال هستین در خانه؟ 7 نفر هستیم. 8 نفر. خودت کار میکنی؟ با می پایک اوگارت. چی کنیم؟ زنده باشی پدر. الله اجرش بده برات. خودت یکی از مردان بزرگ و با همت هستی که زحمت میکشی، تلاش میکنی برای به دست آوردن یک لقمه نان حلال. و امروز تحفه برادر ما برات ارسال کرده که امشب بخیر ایره یک دیگ مادر بگو بسیار با مزه و خوب و شیرین تیار کنه که همه گردی هم دسترخوان پهن کنین بخورین. بخیر باشی پدر جان. بخیر باشی پدر. بیا کاکا جان. بیا کاکای. الهی من میگم اون کسی که دست ما رو میگیره یک قدر مردم کلش نیازمنده. خداوند شما مردمای با غیرت خداوند از سر ما کم نکنه. با غیرت خودت هستی پدرم کار میکنی زحمت میکشی. یعنی برای ما یک توفیق بسیار زنده باشی پدر. بخیر باشی. ببخشید با زحمت ساختین پدرم. السلام علیکم. قبول و مقبول درگاه کنار که ما کدا خدا کتیش خوب. الهی بفرمایید پدر. بفرمایید پدر. اینا پدر. دربار قبول منظور. الهی با برادر ما اجر و ثواب نصیب کنه. الهی آمین پدر. الهی آمین. ببخشید با زحمتتون ساختین. منتظر ماندین. زنده باشی پدر جان. زنده باشی. الهی آمین پدر. بخیر باشی. بخیر باشی. اینا جوان زنده باشی. زنده باشی. اینا کاکای بفرمایید. الهی آمین. بخیر باشی. قبول کاکا خیر ببینید. زنده باشی. زنده باشی. بفرمایید. اینا زنده باشی. بخیر باشی. کاکای عزیزم خدای خیر زنده باشی. الهی آمین. الهی آمین. دوان به اولادش نکنه. الهی قربانتون. یک بار دیگر میخوایم تشکری کنم از برادر عزیز و مهربان مان الیاس جان که امروز سبب گرم شدن خانه های هموطنان عزیز ما با لبخندشان شدن و سبب جوشیدن ایدهشان شدن که یا زنده باشی پدر. بخیر باشی. اینا کاکای زنده باشی. اینا کاکای زنده باشی. تشکر. زنده باشی. بفرمایید. قربانتون. برادرتان سلام میگین. و علیکم السلام. ما رو گرفتم در شرایط خدا. زنده باشی. الهی آمین. الهی آمین. بسیار زیاد تشکر. زنده باشی برادر. خداوند قبول. الهی آمین. بسیار زیاد تشکر. لطف کردید. مهربانی کردید. اینست. قربانتون شما. اینا کاکا جان. زنده باشی. الهی آمین. اینا جون. آفرین. آفرین. اینا پدرم. بخیر باشی. خوب هستی؟ ساعت خوبه؟ چی کاروبار؟ نه کارشوانی. خب کارشوان. میگردم مالا. امروز چیزی کار کردی چیزی به دست آمد؟ نه ولی غیر 50 روپیه کار کردم بس خدا چی. تا بالا چای ما هم نخورد. یا خدا مهربان است. این نمی گوشت که امشب پخته کن که بخیر. زنده باش. بخیر باش. خدا بزرگ است. الله بزرگ است. روزی رسان است. زنده باشی. بخیر باش. الهی آمین. خدا برگ بالاتر نگاه کنه. زنده باشی. الهی آمین. هر کس کمک خدا خیر. الهی آمین. الهی آمین. زنده باشی پدر. سلامت باشی. اینا پدر جون. قربانت. الهی آمین. الهی آمین. الهی آمین. الهی آمین. اینا جوان زنده باشی. زنده باشی. اینا پدر قربانت جان. خدا کامیاب شد. زنده باشی. بخیر باشی پدر. اینا زنده باشی. بسیار اینا پدر قربانتان شما. الله نگهدار. خداوند نگهدارتان باش. اینا الهی آمین. خدای خیر برد. اینا پدر بخیر باشی. بخیر باشی. الهی آمین. قبول کنه حاجی. الهی آمین. الهی آمین. بیا. اینس. اینا کاکای. الهی آمین. الهی آمین. زنده باشین. الهی آمین. الهی آمین. اینا جون. سلامت باشین. تشکر خیرات. تشکر از شما. زنده باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. اینا جون. زنده باشی. تشکر از خودت. توزیع گوشت و نان خشک به پایان رسیدیم. خداوند
اجر و ثواب از را برای همه ما و بخصوص برای الیاس جان و فامیل محترمشان برسونن که لطف کردن مهربانی کردن. بسیار زیاد تشکر از شما که همیشه لطف کردین، مهربانی کردین، در فکر هموطنان نیازمند و فقیر خود هستین. الله حافظ و نگهدار شما. الله نگهدارتان.